من باور دارم که روز اگر خواهید بفهمید که چرا طبق دستی من خالی است، ولی من درباره طبق خالی چیزی گفتن نمیتوانم. آشی پلو دارای دردی سر است، آشی پلو طبقی ما خالی است، آشی پلو. از قدیم ملایان زنهای ما طبق آشی پلو را در بالای سرشان میگرداندند، چون که گردانیدن طبق آش در بالای سر خیلی که بیبی های ما میگن این آش گذاشتن نسبت به خوراک‌های ملی بود. ارزنده است که آشی پلو را ما بالای سر ما بگردانیم، زیرا رسم و آیین ما، طعام ملی ما این آشی پلو است و ارزنده است که ما آن را بالای سر ما بگردانیم. پس اگر شما فکر کنید که چرا طبق ما خالی است، درست فکر کردید. درباره طبق خالی من چیزی گفتن نمیتوانم. اگر میخواهید بفهمید که طبق ما چرا خالی است، پس تا آخر سوژه با ما بمانید. برای آش با مزه رو پیدا کردن نه آشخانه بلکه آشپز نقش مهمی بازد. موضوع ما امروز آش و آشپزی در شهر دوشنبه می باشد. حکمت الله غفورов سرآشپز مرکز فروش آش با نام 5 دیگ است. او 12 سال سابقه آشپزی دارد. هرچند او دارای معلومات عالی است ولی با آشپزی از همه درد و غم عاری است. سلام علیکم. مانده های آشپزی خلال نمیرسونم؟ وقتی آشپزخانه داشتم؟ نه. کودکی تا شوق داشتید به آشپزی؟ من شرق شناسی دکتر شدگی بودم. واستکوید اینی فاکولتت بود. یکم کورس خوندیم و ذوق فقط پخت پز بود. خوردن آش دوست می‌دارید؟ نه. خودتون کدام نوع آش دوست می‌دارید؟ من همه آش دوست می‌دارم لیکن خوردنش نه. برای اینکه دگیر دیدگ میستی همه این اینجا نخورده سر میشید. نوهای آشتون رو شما نامبر میکردید که کدام نوهای آش رو میپذید؟ آشی گاوی، آشی دوستانده، آشی صافی، آشی ستاره. چی نموده که باشد همون نموده؟ آماده میکنید. سلامت باشید. تشکر زیاد. شما مرا نمیگید که از سری آشتون من بیچشم. گوشتش رو میسنجم. گوشتش. من خودم خرابک شما مرا بطر پربیحک میکنید. از روی نشاندادها در شهر دوشنبه 39 مرکز آش فروشی، آشخانه و چایخانه ها فعالیت می نمایند که همه روزه میزبان را با هر گونه نمود و نوهای آش پلو تامین می سازند. از همه مرکز کلانترین در جمهوری این مرکز آش می باشد که هر جزئیاتش بیانگر فرهنگ ماست و جای برای تماشاست. بعد آشی پلو چای کبود میفارم مرا. دوست عزیز شوخی میکنم. همین گوشه که شما میبینید بعد از خوردن آش پلو هر یک ساکن خارجی میتواند که به این گوشه تشریف آورد و عکس برداری و نوار برداری انجام بدهد و مرکز آش پلو این گوشه خاطروی یا گوشه ملی را مخصوصا برای خارجی ها آماده کرده است تا اینکه عکس و نوار برداری کنند و به کشور خودشان یک دستاویزی ببرند. به نظر من که همه جای تاجیکستان ما برای خارجی ها خوب است و بیشتر اینجا، چون که معرفیگر مردم تاجیک بسیارتر تاجیک بودن ما در اینجا معرفی کرده است که نقش نگارها را کنید، حتی تمام تصویرهایی که هستند با تاجیکی اطلس ادرس. میزا جان چون همیشگی اینجا زیاد است و خدمت رسانی در سطح عالی. نامگویی نوهای آش پلو نیز از دیگر مرکزها فرقی ندارد. آش سمرقندی، آش تاشکندی، آش ملی. ما که در جستجوی آش پایتخت یا خود دوشنبه بودیم از اینجا هم پیدا نکردیم. شما در پایان با آشخانه 5 دیگ ما آش‌های ما ملی، تاشکندی، گاوی، سمرقندی، تاشکندی. با شما کدامش بود؟ سلامت باشید. تشکر. آش ملی. آش ملی. دوست عزیز واقعا حواس
کس میآید قدر زیبایی قدر آرایش که قدر آشهای پلو زیبا در تاجیکستان ما وجود دارد که باور کنید اگر پرهیز هم باشد میل به خوردن میکنیم بید میچسیم مادام که اینقدر زیبا و پیش ما آوردن مزهش چی خیلی دادر جون؟ مزهش خوب مزهش با مزه؟ با مزه فقط شما سمرقندی میخورید؟ نه ما همش چشیده؟ همین سمرقندیش با مزه؟ نه مزه همش خوبه همش یک و فکر شما مزهش چی خیلی؟ بهترین اقدام ما بسیار جا رفتیم و اینجا مزهش دیگر است. آشی دوشنبه شما خوردگی هستید یک اونجا با وجود دارد تماما آشی پایتخت؟ من باور دارم که روز پیش خدمت‌های ما و مرکزهای آشفروشی این طبقه خالی ما را با نام آش دوشنبه پر خواهند کرد. من درخشان عاطق هستم با برنامه آش پلو در شهر دوشنبه با پریستیجی. خیر. آی شما کجا ما برای شما آش دوشنبه آلاکای آماده کردید؟ واه طبقه خالی ما هم با آش دوشنبه پر شد.